با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران، خوش آمدید به شبکه قربانی عمر. با شما هستم ابو مدثر. دوستان عزیز، یک نوار بسیار مردم را خیلی در عجیب مانده است که و در سامانه های اجتماعی نشر گردید. شاید شما از این نواری که گذاشتیم با خبر باشید. نواری که شما در روی اکران میبینید در اصل همین نوار مردم را در عجب مانده است. راستی هنگام این نوار را دیدن فکر کردم که سبحان الله، اگر این زن باشد برای این زنها در احرام چنین گشتن جایز نیست در کعبه، یعنی در مکه. اما اگر این مرد باشد، راستی انا همین سوال مردم را در عجیب گذاشته است که مرد است یا این که زن. خوب شما نوار را دیدید، باز یک بار دیگر میگذارم بینید که همین نواری که شما در روی اکران دیدید آیا این مرد است یا این که زن. اگر زن باشد با احرام گشتن در کعبه در مکه برای زن جایز و درست نیست. اگر مرد باشد، راستی فکر بکنم نمیدونم این کدام ملت است کدام دولت است و خود را عکس میگیرد، ویدیو کرده در سامانه اجتماعی در صفحه شخصی خود میگذارد و در یوتیوب تقریبا 2 میلیون پرسماتور، در تیک تاک 4 میلیون و در اینستاگرام همگی تقریبا 4 میلیون پرسماتور میگیرد. سلام علیکم دوستان عزیز، چگونه میبینید در دست ما یک میلیون پسته، یعنی که ام پلوس میباشد. همین چیزا من خودم شخصا برادران عزیز تجربه کردگیم. چگونه که میبینیم همین چیزا من خودم استفاده برده ایسم. اینا خوبی ام پلوس برای این بقوت کردن مردانگی، بقوت کردن بدن، کوی سپرما را بلند برداشتن، میکرو ویروس که در سپرما توزیع کردن، برای خون گرفتگی، پرستاتی بسیار چودا فایده داره برادران عزیز. با باوری کامل میتونید زکاس کنید. ام پلوس ارگینال و چی چیزای همین داروی گیاهی که ارگینال لازم تون باشد داروخانه شفافرما مراجعه کنید. همه وقت چیزای ارگینال هم داریم. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.